سلام دوستان، به کانال BBC غزاله خوش اومدید. امروز هم اومدیم با یه سری موضوعات مختلف داغ و گفتنی. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. دوستای خوبم، خیلی خوشحال میشم که با لایک و کامنت هاتون ازم حمایت کنید و اگه تا حالا کانال من رو ساب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله بغلش رو فعال کنید. بعد از استوری محمد روشنفکر راجع به رفیقاش که بهشون تیکه انداخت و گفت من دیشب یه استوری کلوس فرند گذاشتم و از یه سری از دوستام که برای موزیکاشون، یوتیوباشون، افتتاحیاشون و پستشون ازم خواسته بودن استوری بذارم، خواستم که برام استوری بذارن ولی هیچ کدومشون توجهی نکردن. زشته واقعا. من فلان نیستم که کمک میکنم که بهم کمک بشه، وگرنه منم زرنگ بازی بلدم. اینا هم گفتم که بدون این لطف در حق کسی نکنین چون تبدیل به وظیفه میشه. خدا رو شکر هیچ وقت لنگ هیچ کس نبودم و نشدم. همیشه مشکلم حل شد. این بارم میشه. ممنون. نیاز به حمایت ندارم. مردم و فنا رو دارم و خدا رو دارم، کافیه. و متین رفیق محمد که قبلا محمد خیلی ازش حمایت میکرد و دوستی چندین و چند ساله‌ای داشتن، اومد و استوری گذاشت که توی این استوریش با کنایه میگه شنیدم که یه بابایی فوش داده بهم توی یه گروهی. من اصلا استوری کلوس فرندشو ندیده بودم. الان دیدم استوری گذاشته و قاطی کرده. قاطی نکن. میگم برات استوری بذارن. سلام. شنیدم که یه بابایی فوش داده بهم در یک گروهی. من بیادبی نمی کنم. مشکل برات پیش آمده کسکم. من اینجا انقدر اینترنت ندارم. الان این ویدیویی که دارم میگیرم باید برم ته شهرک تو سرما وایسم استوریم بره، ولی میرم اینو میذارم. و اینکه کلوزشو ندیده بودم، دیروز گذاشته بود، الان دیدم استوری گذاشته تو این پیجش قاطی کرده. قاطی نکن. میگم همه برای استوری بذارن. استوری ولی فردا مثل که کباب تابعی داریم. آقا هوای این بچه رو داشته باشید و اینا اون روی اجدها رو میبینید. و این پرونده همینجا بسته میشه و خیلیا فکر میکنن که این دو نفر با هم تو دوستیشون به مشکل خوردن و دوستیشون به پایان رسیده، که البته این حدس و گمان‌هاییه که از طرف فالووراشون برداشت شده. و اما ماجرای بعدیمون راجع به ارسلان و دیاناست که بعد از تمام اتفاقایی که افتاده و ماجراهایی که سر هستی پیش اومده و آنفالو کردنشون، میشه گفت که ارتباطشون به طور کلی قطع شده. و پیامی از یه دوستی داشتم که برام اسکرین شاتی فرستاده در رابطه با دیانا که توی چنل اینستاگرام خودش نوشته همه چی رو باید فراموش کرد تا عوض شد. همه چی رو، حتی خاطره‌های خوب. من بخشیدم و فقط با فراموش کردن حالم خوب میشه. امیدوارم هر اتفاقی افتاد درکم کنید. بدترین بدی که یه نفر میتونه در حقم بکنه دل شکستنه. منم هیچ جوره نمیتونم با خودم کنار بیام. هر چقدر بهش فکر میکنم نمیشه. تنها راهش حذف کردن تا انرژی بدی تو زندگیم نداشته باشم. و از اون طرف هم ارسلان استوری گذاشته بود و نوشته بود من دوستی ندارم، لا رفیقا، فکت هزار چهره، شب بخیر. و میشه گفت که حتی رفاقت عادیشون هم کاملا تموم شده و به دوستیشون خاتمه دادن. و اما ماجرای بعدیمون راجع به نگین فضلیه که چند وقت پیش اومد تو استوریش یه پست از توییت تتلو گذاشت که نوشته بود یه دفعه دیگه میخوام از اول شروع کنم. این دفعه به بقیه رحم میکنم اما به خودم نه. بزرگترین لطفی که میشه به یه نفر کرد بیرحم بودنه. بیرحم که باشی آدمای دورت مجبورن که لول آپ بشن. پس ببین خوب بود براشون. و نگین هم نوشته فقط کافیه یه کوچولو منصف باشی. و توی استوری بعدش نوشته بهتر خودشونو با چیزی که قبل تو بود مقایسه کنن تا بفهمن کی بودی براشون. و توی یه استوری دیگهش گفته حرفایی که از دهنت در میاد و گوشه خودت میشنوه، شاید داری میگیش که خودت بشنویش. و اینم حمایتیه که نگین فضلی از امیر تتلو داشت و به عنوان یکی از فنای تتلو هست و جاهای زیادی ازش حمایت کرده. حتی زمانی که تتلو به کل ایران و دخترای ایرانی فوش داد، این نگین بود که پشتش در اومده ازش حمایت کرد. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو برام کامنت کنید. خب دوستای خوبم، ویدیو امروزمون هم به پایان رسید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر من حتما کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید و بذارید روی آل. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید.